تاجیکستان و افغانستان در زمینه انتقال نوبتی شهروندان زندانی این کشورها با وطنشان با موافقه رسیدند. بر اساس سازشنامه استرداد زندانیان، دهها زندانی تاجیک افغان امکان انتقال به وطن و ادامه اجرای مهلتی جزایشان را در کشورهای خود به دست می آورند. سفیر تاجیکستان در افغانستان شراف‌الدین اماموف در یک صحبت با رادیو آزادی گفت که روز 6 آگوست در جریان دیدارش با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در شهر کابل روند اجرای سازشنامه استرداد زندانیان بررسی شد. شراف‌الدین اماموف میگوید استرداد یا بازگرداندن محبوسان به کشور به همه گروه‌های شهروندان محکوم شده مربوط خواهد بود. حتی اگر یا تروریست هم باشن، حتی اگر جنایتکار هم باشن، یک قسمت که مثلا شخصیت اینا را از طرف اداره‌مون معین کردن ما تقاضا میکنیم یک روند طولانی‌تر است. وقتی معلومات میگیریم با مرکز میتیم اونجا مثلا باید دقیق ساخته شود در حقیقت شخصیتشون اول باید دقیق بسازیم. شهروند ما هست یا نه؟ بعد دوباره که همون سازشنامه که معین کرده است از ما که آماده کنیم تقاضای استرداد چه باید. در میان افراد محکوم شده برای صادر کردن جنایت در افغانستان اینچنین 7 زن تاجیک هم می باشند که همراه با کودکان خردسالشان پشت پنجره نگهداری می شوند. یک مقام وزارت کارهای خارجه افغانستان روز 16 می سال جاری به رادیو آزادی گفته بود که این زنها همه در زندان کابل نگهداری می شوند. یک نماینده سازمان بین‌المللی صلیب سرخ که حق وارد شدن به زندان و آگاه شدن از وضع زنان محبوس را دارد گفته بود که خود این زنها آن زمان برای انتقالشان به تاجیکستان مخالفت کرده اند. این زنها گفتند که بعد کشته شدن شوهرانشان در جنگ‌های افغانستان به این حال گرفتار شده اند. از روی سازشنامه استرداد محبوسان تنها در صورت آمادگی خود زندانی برای بازگشت به وطن و ادامه ادای مهلت حبس در وطن قرارداد استرداد این شخص عملی می شود. شراف‌الدین اماموف در صحبت با رادیو آزادی شهر داد که سیستم دادگاهی افغانستان از 3 مرحله عبارت بوده و تنها پس از مرحله نهایی یعنی صادر شدن حکم دادگاه مسئله استرداد افراد زندانی بررسی می شود. تاجیکستان سازشنامه انتقال محبوسان را با چندین کشور امضا کرده. آخرین مورد تصویب چنین سند با جمهوری چین در ماه ایول صورت گرفت. سازشنامه مذکور انتقال محبوسان را از حساب خودی آنها و یا خویشتبارشان در نظر می گیرد. فعلا در زندان‌های چین 16 شهروند تاجیکستان از جمله زنان نگهداری می شوند که اکثر برای قاچاق مواد مخدر محکوم شدند. در خارج از تاجیکستان زندان‌های روسیه مکان نگهداری شمار زیاد شهروندان این کشور شده است، ولی نه همه 1700 شهروند محکوم شده به زندان گناه‌های خود را اعتراف کرده حکم صادر شده را عادلانه ارزیابی می‌کنند.